خوشترین گلشن گلها وطن است، مسکن خوشی دلها وطن است. منی مادر و میهن بوده یک، همو دشت و کوه و دریا وطن است، وطن است، وطن است، وطن است، وطن است. کوچه ها بس گل و گلزار شده، هر قدم محزن طلا وطن است. روز و شب جلوه‌گر از اختری بخت، سبز و خوش منظر زیبا وطن است، وطن است، وطن است، وطن است، وطن است. لحظه‌ای فارمی باد صبا می‌وزد نرم و دل‌افزا وطن است. بی جوانان همه فخری وطن است، مسکن نسل توانا وطن است، مسکن نسل توانا وطن است. جنت در باغ و گل و گلزار است، گلشن تن تن تنها وطن است. جنت در باغ و گل گلزار است، گلشن تن تن تنها وطن است. خوشترین گلشن گلها وطن است، مسکن خوشی دلها وطن است. منی مادر و میهن بوده یک، همو دشت و کوه و دریا وطن است، 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 وطن است. سلامت باشین. تشکر. مرحمت. با احترام به خاک مقدس وطن اجدادیمان تاجیکستان آفتابی، درود به همه شما هموطنان عزیز و همه نفرانی که سر دسترخوان شامگاهی پیاله چای در دست نشسته و ما را تماشا دارید. این برنامه فضا از دوستان عزیز، مهمان خاندان یکایک شما. شام عطرآلود و شام برفی و شام زمستانه وطن مبارک عزیزان. و ما این شام در برنامه همون مهمان داریم و این برنامه ما گمان میکنم کلا از دیگر برنامه فرق میکنه، چون در برنامه 6 سرود گنجایش دارد که همگی واقعا موضوعهای گوناگون را در بر میگیرد و با آن خاطر است که یک کمی هم باشد شام شما خاطرمان، شام واقعا زیبا پشت سر شود. و ترانه نخستین را در برنامه این شامینه ما سرایدن شاه صنم یوسف و
آوازخوانی ارکستری استرادی گلشن. سپاس میگویم به شما خواهر عزیز. بسیار خوب. و در کنار ما هستند دوستان عزیز سرمشاور ارکستری استرادی گلشن استاد هنر استاد بهادر نعمتوف، جمع آوازخوانان و رامشگرانی که واقعا با یک مهارت عالیشان توانستند که بازم انا همین ارکستر آوازدار که یک زمان خیلی شهرت داشت دوباره به پا بخیزانند و برای مردم بازم ترانه های زیبا و برنامه های جالب را هدیه. استاد یک سلام یک پیام برسانید به مردم، بعدا صحبت میکنیم. سلام خود را از نام خدا و از نام اهل گروه ارکستر استرادی گلشن، از نام راهبر بدی ارکستر گلشن بهاودین نعمت و از نام راهبر موسیقی ارکستر گلشن اکبرجان محمد و تمام مطربان چیردست، از نام آوازخوانان جوان و تماشابینان محترم میرسانم و میخوام که همیشه در خانواده آنها سرود و موسیقی طنین انداز باشد. امروز جمع ارکستر استرادی گلشن از برنامه‌های پیشتر فرق میکند. گمانم دیگر رامشگران هم شامل شدند. درست گفتید. روز تا روز مطربان ما زیاد شده استودن، حاضر 12 نفر نوازنده در این صحنه هستند. اون دفعه که ما برنامه چهارم بود. برنامه چهارم بود 10 نفر بودیم حاضر. این دفعه 12 نفر مطربان در صحنه هستند و انا حاضر خودتان حس کرده است که با صدا با موسیقی و همه یک فرق کلان دارند. روز تا روز یعنی که پرتر میشوند گمان میکنم. پروفسیونالیتر یعنی که پرتر. بله. در مورد کار امروزه تون یک کمک برای بیننده ما اطلاع بدیم، بعدا میگذاریم باز به قسمت دیگر سوال ها. با غیر از این پیوسته برای سرودهای نو آفریدن هر روز یعنی که کار میکنیم، جستجو میکنیم، سرودهای نو تیار میکنیم. مطربان هر سحر میبینن و اسپی نوازش سرودهای نو هستند. ما در جستجوی سرودهای نو هستیم. در با آوازخوانا سرودها رو اول تیار میکنیم، مخش میکنیم، شعرهاشون رو از نظر میگذاریم تا اینکه شعرهای سبک و کوچگی در ریپرتوار ما نباشد. همیشه حرکت میکنیم که شعرهای بلند مضمون، موسیقی اصیل باشد. بعد از آن که ما سرودها رو انتخاب میکنیم، یعنی که شعر آهنگ رو از نظر میگذاریم و با آوازخوانان تیار میکنیم، بعد از این با ارکستر میسپاریم و ارکستر با راهبری بهاودین و اکبرجان اینا مشق میکنن، تیار میکنن. بعد که موسیقی تیار شد با ما یک جویا با آوازخوان مشق میکنیم و همه روزه کاری ما همین است. پیوسته سرودهای نو به نو تیار کرده ایستادم. بنابر همین شما شاهد هستید که من امروز پنجمین برنامه ما در برنامه فضا است. بله. خب استاد در مورد شاهسانم ما میدونیم که ختم کرده کنسرواتوری ملی تاجیکستان است و چند بار هم در برنامه‌های ما اشتراک کردند. خب ترانه‌ای که خواندن این ترانه‌اش مال کی بود؟ این ترانه شعر نیهانی، آهنگ عبیدالله ابراهیم زاده و شاهسانم یوسف و سرایدن. بله، خیلی عالی و واقعا در وصف وطن بود. این دیگر رسالت ما است، رسالت هر فرزند همین وطن است که در بابت بزرگی و در بابت البته رشد و انکشاف و پیشرفت وطن عزیز ترانه بسرایت. سپاس میگویم و ترانه‌ای که حال حاضر اجرا میشود از جانب یک نفر دیگر با نام چهران سلیم. چهران سلیم در نزد شما نشستند. من یک سرود پیشکش میکنند با شعر عارفیان و آهنگ خودشان. این آهنگ چگونه روی کار آمد چهران؟ این آهنگ رو در هم جای کارمون یک وقت بچه‌های ما با دولت‌های خارجی سفر خدمتی نموده بودن و من راستی گپ در آنجا وقتم زیادتر شد و همون زمان من این آهنگ رو ایجاد کردم. پس به خاطر که ما و بیننده تماشا کنیم، آهنگ رو شنویم، سرود رو شنویم، هضم کنیم، راحت کنیم، این صحنه در اختیار شما است.
لب جوی تو باشم گر باد وزد شانه بران موی تو باشم ای یار بیا به دل به جوی تو باشم گر باد وزد شانه بران موی تو باشم بالای سرت سایه فکن چتر شوم من چون برگ بریزم بر سر و روی تو باشم بالای سرت سایه فکن چتر شوم من چون برگ بریزم بر سر و روی تو باشم چون برگ بریزم بر سر و روی تو باشم کنی گوش به فرمان تو هستم باشد که غلام بدر و کوی تو باشم گر امر کنی گوش به فرمان تو هستم باشد که غلام بدر و کوی تو باشم باشد که غلام بدر و کوی تو باشم گر جان و سر از من تو بخواهی دهم عدلی بگذار شب و روز به پهلوی تو باشم گر جان و سر از من تو بخواهی دهم عدلی بگذار شب و روز به پهلوی تو باشم گر امر کنی گوش به فرمان تو هستم باشد که غلام بدر و کوی تو باشم گر امر کنی گوش به فرمان تو هستم باشد که غلام بدر و کوی تو باشم ای یار بیا به دل به جوی تو باشم گر باد وزد شانه بران موی تو باشم ای یار بیا به دل به جوی تو باشم گر باد وزد شانه بران موی تو باشم گر باد وزد شانه بران موی تو باشم گر باد وزد شانه بران موی تو باشم سپاس میگویم به شما چهران برای اجرای ترانه صحتمند باشید و استاد ببینید شما یک هنرمندی هستید که سالیان زیاد از روی صحنه هستید و توانستید که از زمان خردی مثلا به زودی مشهور بشوید مردم بشناسندتان چون ترانه های واقعا زیبا روی کار آوردید سرکرده از زمان از زیر چادر تا شب بخیر و تا ده ها ترانه هایی که واقعا هنوز هم در ورد زبان مردم صدا میدهد دور میزند و یک محبوبیت خاصه میان مردم دارد نسل جوان هنرمند چی کنند تا محبوبیت به دست بیارند مشهوریت به دست بیارند که مثلا از راهی که انتخاب کردن پشیمان نشوند درست بسیار سوال عجایب آوردید برای اون که آوازخوان یعنی که آوازخوان استعداد داشته باشد و وای کار نکند مشق نکند یعنی که همیشه در پی جستجو نباشد همیشه تلاش نکند وای استعداد وای برباد می رود بنابراینش همیشه در جستجو شدن در کار برای صدای نو آفریدن همیشه از پی شعرهای خوب شدن در کار آهنگهای خوب و همیشه مشق کردن در کار همیشه آفریدن در کار برای که با مردم بودن در کار گمان میکنم چون بیشتر مردم دلشان ذوق ترانه های نوین رو دارن آوازخوان رو مردم الکی فهمد شناسد که این سرودی فلان آوازخوان است یعنی که همچون آوازخوان همچون از روی سرودش آوازخوان رو از روی همین سرودهایشان از روی همون
آفریده هاشان میشناسند. پیش از همه البته مهنتی شب و روز مهنت کردن در کار برای این و بسیار خاکسار شدن در کار، از خود رفتن در کار، یعنی که از سرخوش شدن در کار، از موفقیت ها همیشه خاکساری را بله بله به دست داشته باشیم. به دست داشته، یعنی که مناسبت با دوستان، با مطربان، با تمام کلکتیو باید که حرمت احترام را گم نکنند تا اینکه برای که خلق احترام کند هنرمند را همیشه باید خاکسار باشد و حرمت مردم را، حرمت همکاران را به جا بیارد. بله سپاس. و حال حاضر ترانه سوم را شهنازه شایوه اجرا میکنید. این کس هم آوازخوان ارکستر استرادی گلشن هستند. البته. و بیاد از خود شهنازه میپرسیم که خواهر عزیزی ما چی ترانه آورده است به بزم شبینه فضای تلویزیونی سفینه؟ نام سرود است دریا و این را آوازخوانی ارکستر گلشن پیش خرما شیرین و میسرایدن و این شما را آوازخوانی کردید؟ بله. بسیار خوب. آهنگی کی است استاد؟ خب این آهنگی فتا آدینای و شعری لایق شیرالی است و همین سرود به من بسیار مقبول بود از اون دوره پیش. این سالای 80 خرما شیرین و سرایده بودن و فتا آدینای این آهنگ را آوردن و به خرما دادن که با آوازی تو بسیار موفق بود گفته و این سرود به من که بسیار مقبول بود. من همین توصیه دادم و ثبت این سرود را پیدا کردیم و گفتیم که همین شهنازه همین سرود را بازخوانی کنند، چون که بسیار آهنگ و شعر بسیار موافق آمدگی و بسیار دلچسبند. البته. پس نباشد شهنازه بانو مرحمت صحنه تلویزیون سفینه، صحنه برنامه فضای تلویزیون سفینه برای شما و برای هنرمندانی است که زنده می‌سرایند. به خود روانی دریا پیری چو دنیا
خانم شهنازه بانو خیلی صدای فورم و واقعا امیدوار هستیم که آینده درخشان شما رو در نظر است و برار و برکت در کسب کار به شما آرزو میکنیم. فقط به معنی که ما رو ترک نکنید، همین گونه تیز بیاید با برنامه ما، ترانه‌های زیبا بسرایید و تاب ما بیننده برنامه فضا رو شاد بگردانید. خب سپاس. و استاد جلب جوانان چگونه است امروز در ارکستر؟ چون معلوم گردد که بیشتر جوانای هنرمند رو که یک هنر عالی دارند دعوت کردید، با ایشان کار کردن، با چنین جوانان صاحب کسب صاحب هنر کار کردن چگونه است؟ البته ما کوشش میکنیم که جوانان با استعداد رو با ارکستر گلشن شامل کنیم و نوازنده های بهترین را واقعا قریب همگی کسبی هستند با ارکستر یعنی که قبول کنیم. همه اینا نوازنده های کسبی هستند. مطربانی یکی از مطربان بهترین های همین دوشنبه و تاجیکستان هستند که ما آنها رو چینده دعوت میکنیم، یعنی که با انتخابان دعوت میکنیم و فکر میکنم که حاضر بسیار ارکستر ما بسیار نقص صدا داده ایستاده است و پوره شده است. خواهد در آینده ممکن که با پوره‌تر شود، با بعضی چیزها علاوه کنیم. جوانان آوازخوان نیست، همه خیلی ما جوانانی که پیش از همه آداب خوب دارن و استعداد دارن، آواز دارن و حرکتی، یعنی که سرود خوندن، نوآوری آوردن، یعنی که برای آوازخوانی وای شدن، مشهور شدن یک استعداد کفایه نیست. خیلی زیاد مهنت کردن در کار. فقط همیشه در جستجو شدن در کار، چون که اگر همه خیلی شیشتن گیرید همون استعداد همه خیلی خاموش میشود، خواب میرود. برای این استعداد رو به مردم نشان دادن باید که جستجو کنی، سرودهای نو به نو آفری. بله. و نوبت آن رسیده است که یک نفر دیگر با نام سنجر سنگینف اینجا ترانه باید اجرا کند. گمانم سنجر با اسباب گیتار اجرا میکند و استاد این جوان هنرمند چی ترانه رو اجرا میکند؟ خب سنجر سنگینف هم بسیار مطربی ماهر است و آوازخوانی خوب است. بنابر همین ما همچون نوازنده و همچون آوازخوان او را در ارکستر بسیار یعنی که همچون قبول شده است در ارکستر ما که و حتی سرودهای خودش را با گیتار نواخته می سراید. با نزدیکی سنجر و یک چند نفر نوازندگان ما در روزهای تاجیکستان در ترکمنستان شده گذاشتند، اینها در آنجا اشتراک کردند و در اشخاباد آنها یک سرودی ترکمنی تیار کردند و سنجر این سرودی ترکمنی را در آنجا سرایید و بسیار خوش قبول کردند. در آنجا بسیار خوب قبول کردند و ما تصمیم گرفتیم که همون سرودی که در همونجا خوانده است همین روز همون سرود ترکمنی را برای به سمع تماشابینان رسانند. بسیار خوب می شود. هدیه تازه است، ارمغان گمان میکنم ایدانه هست و سنجر برادر عزیز مرحمت صحنه آماده است که شما بیایید و بسرایید. Kışırken kakana Sekerdanlar suyu alıp atana Bağıt kışa götürülüp arasmana Seni badam bu abadım çakana Yazlar sende hep goller Sözler sende hep sayrar Yılgırısın dünyama Baktım nur yayrar Yazlar sende hep goller Sözler sende hep sayrar Yılgırısın dünyama Baktım nur yayrar
Sen kalbimin salli mıcak aydaman Bağıt kuşu götürüp alasmana Seni budum bu obudum yaydimi Yazlar sendeyip güller Sözler sendeyip sayar Yalvarırsın dünyama Baktım nur yayrar Yazlar sendeyip güller Sözler sendeyip sayar Yalvarırsın dünyama Baktım nur yayrar Yazlar sendeyip güller Sözler sendeyip sayrar Yalvarırsın dünyama Baktım nur yayrar Yazlar sendeyip güller Sözler sendeyip sayrar Yalvarırsın dünyama Baktım nur yayrar Yazlar sendeyip güller Sözler sendeyip sayrar Yalvarırsın dünyama Baktım nur yayrar Yazlar sendeyip güller Sözler sendeyip sayrar Yalvarırsın dünyama Baktım nur yayrar Yalvarırsın dünyama Baktım nur yayrar خب تشکر سنجر سنگینو واقعا اگر هنرمندی که در ایجادیاتش با چندین زبان ها سرود ها داشته باشد هر کجا که رفت البته یک این موفقیت است چون خواهش می شود یک از جانب مهمانان از جانب مثلا یک نفر دیگر وقتی که می سراید خب گواه از هنرمندی خوب بودن یا از تالنت یا از ایجادیات یا البته درک میدهد و شما استاد چون یک مرد روزگار دیده هستید و گمان میکنم که در این مورد به یک پاسخ خوب خواهید داد که بزرگی هنر را چگونه میبینید و هنرمندی جوان چگونه خصلت ها را باید در خود کسب کرده باشد. اول اینکه بغیر از استعداد داشتن بسیار مهنت کردن در کار بعد همیشه خاکساری از دست دادن در کار نه و با همکسبان با مطربان با دیگر همکاران همیشه باید که حلیم و مهربان باید باشد دیلیاب باید باشد و هیچ وقت از موفقیت ها سرگرم سرخوش نگردد یعنی که همیشه خاکساری را از دست ندهد و همیشه از پای جستجو آموختن یعنی که چخیلی که میگن از گهواره تا گور آموختن لازم یعنی که همیشه آموختن لازم و در یک جا هیچ وقت یک موفقیت هایی که به دست آورد کفایه گفته شیشتن لازم نیست همیشه و پیش تا آخر حیات اون هنرمندی که مهنت میکند جستجو میکند ایجاد میکند او میتواند که تا آخر حیاتش در صحنه بماند. خب من طرفدار هستم با این اندیشه شما و چون صحنه میگویند مقدس است باید پاک ضمیر باشد هنرمند و البته صنعت را هنر را دوست بدارد از روی واقعیت بی‌شبهه امیدوار هستیم که مثل شما و مثل دیگر هنرمندانی که تا امروز این صنعت را این فرهنگ را معرفی کردند به جاده‌های خواهند رسید. خب تشکر و نفر نوبتی که حال حاضر وارد استودیو گردیدن این نیلوفر محمدزاده است. خانم نیلوفر سلام علیکم. خب خواهر عزیز شما یک سلام بگویید و چی آوردید به برنامه ما؟ تشکر زیاد. سر اول سلام خود را به شما میرسم و به کل بینندگان تلویزیونی سفینه. من به برنامه با یک سرودی دوشنبه آمده موضوع باشد این حال به شما پیشکش می‌نمایم. خب سراسی من میشویم و میپرسیم که انتخابی که بود این سرود؟ انتخاب استاد بودن و این سرود رو به من پیشنهاد نمودن و شعر نظام قاسیموف و آهنگ قدرت الله یحیایف می باشد. گفتید که سرودی دوشنبه آوردم. استاد در مورد نیلوفر شما چی میگویید؟ نیلوفر گرچند که معلومات موسیقی ندارن ما در حیات دیدیم در تجربه دیدیم که من بسیار آوازخوان مشهور و محبوبی ما مقدس نبی و اینستیتوت تربیت جسمانی ختم کردم. من
هنرپیشه خلقی تاجیکستان عمر زیویف اینستیتوت پلیتکنیکی ختم کردن. لیکن اما خیلی مثال ها بسیار آوردن که مثلا نعیم جان محکمов اینستیتوت کشاورزی ختم کردن. همه خیلی استعدادهای هستن که در دیگه ساحه خواندن لیکن مهر صنعت از دلشان دور نشد. اینا در همون با دیپلم خود در کسب خود کار نکردن لیکن در ساحه صنعت کار کردن چون که صنعت زوری کرد یعنی که شوق و هوس صنعت زوری کرد. مثلا این نیلوفر هم میتونستن که در دیگر ساحه کار کنن لیکن مهر صنعت شوق صنعت ما رو این کسی رو به نزد ما آورد. خیلی ما اولین قدم هایشان هست. این اولین سرودشان است که با ارکستر گلشن امروز هنرنمایی میکنن. خیلی آینده با وقت نشان میده. بله و این اولین صحنه برای ها از تلویزیون سفینه هست و ما هم برای شما برار میخواهیم. دوستان عزیز سرود در وصف دوشنبه شهر است. شما بتوانید که یک کم صدای تلویزیون ها رو بلند کنید و از تریزه ها و سوی شهر افسانوی چشم اندازید برابر شنیدن سرود این همه زیبایی ها رو ببینید و حلاوت ببرید. خب مرحبا نیلوفر بانو نوبت به شما. فشانی میکنی خوش زندگانی میکنی پیری اگر چنده بسار بوی جوانی میکنی پیری اگر چنده بسار بوی جوانی میکنی
استاد بگوید که از برنامه فضای تلویزیونی سفینه در همین 5 دوره که اومدید اشتراک کردید چی برداشت کردید و این برنامه برای شما چگونه نیرو میبخشد؟ خب اول اینکه مقصد ما همین است که هنرمندان ارکستر گلشن را به مردم معرفی کنیم. بله. هم مطربان، هم نوازندگان، هم آوازخوانان را، یعنی که مردم بیند که همه خیلی هنرمندان هستند و اینها چهره‌های در آینده چهره‌های شناخته گردند. بله. و به خلق نزدیک گردند، محبوب خلق گردند تا اینکه محبوب آنها را شناسد مردم که هم خیلی هنرمندا هستند. خیلی که به همه معلوم است این برنامه هم زنده، نوازش زنده و سراییدن زنده است و این برای ما بسیار تجربه بسیار زیاد است، خوب است و ما الکی از 5 برنامه الکی زیاده از 20 سرود ما تیار کردیم. یعنی که ما در نقشه آینده 1 مای نقشه داریم که یک کنسرت زنده نمایش دیم در تالار کلان، مثلا در فیلارمونیا و برنامه ما الکی تیار است. یعنی که این از 5 برنامه سرودایی که ما خوندیم الکی ما اونها را تکرار میکنیم، انتخاب میکنیم سرودای بهترین رو. الکی برنامه ما تیار است برای 1 مای میتونیم برای مردم کنسرتی زنده پیشکش کنیم در تالار کلان. بله. بله بسیار خوب و اکنون نوبتی دویت رسیده است که اینجا اجرا میکنند 2 نفر چهران سلیمов و شهنازه شویوا که همکنون هر دوم یک ترانه دیگر سراییدند. این دویت چی موضوع رو در بر میگیره دوستان؟ آهنگی کی است؟ چگونه آماده شده است؟ این یک بدیهه خلقی است، شعر و آهنگ خلق است، بسیار سرود قدیمه است و هنرمندان گذشته ما، پیشتر ما این سرود را در گذشته خواندگی هستند. ما این سرود را از نو برقرار کردیم، زنده کردیم تا اینکه پیشکشی تماشابینان گردانیم. بسیار خوب، تشکر برای اشتراک در برنامه ما. در راه ایجاد برای همه شما مطربان، آوازخوانان ما برای رو موفقیت و مظفرت های پی در پی را آرزو میکنیم. با امید آنه که باز هم سری همین سفره با صحبت های تازه، با ترانه های جدید با هم باشیم و طبع بیننده و نفرانی که ما رو تماشا میکنن شاد بگردونیم و ما نیز اظهار منتداری خش رو به بیننده ها میرسونیم که وقت جدا میکنند و ما رو تماشا میکنند، گرچنده که ثانیه ها چرخ میزنند، وقت میرود. بعد این خاطر ما باید همین لحظه ها رو به خوشبختی و به خرسندی پشت سر بسازیم، چون که در یک وطن آباد و آسوده و امن و امان زندگی میکنیم و باید آیت شکرانه همیشه بر لب داشته باشیم و با افتخار از تاجیک بودنمان قرص بزنیم. عزیزان، ما رسیدیم به فرجام برنامه این شامینه فضا برای شما، برای رو خانه آباد و زندگی آسوده. تمنا میکنیم شبتان خوش. ترانه انجامی رو 2 آوازخوان ارکستر استرادی گلشن چهران سلیم و شهنازه شویوا اجرا میکنند. تا دیدار نوبتی. چمن ای یار جانم، بیارویم سیر چمن ای یار جانم، شکفته گل چمن چمن ای یار جانم، شکفته گل چمن چمن ای یار جانم. در هر چمن سزد گلی شیرین زبانم، در هر چمن سزد گلی شیرین زبانم، بلکه سزدش از گلی آرام جانم، بلکه سزدش از گلی آرام جانم. ای یار جانم شیرین زبانم، دلت و جانم عقیق لبانم، آرامی جانم یاری جان شیرین زبانم، آرامی جانم یاری جان شیرین زبانم. شب چی خواب دیدم ای یار جانم، شب چی خواب دیدم ای یار جانم،
گل غلطیده‌ام شیرین زبانم بالای گل غلطیده‌ام شیرین زبانم تعبیر خواب تو منم ای یار جانم تعبیر خواب تو منم ای یار جانم عاشق تو گردیده‌ام شیرین زبانم عاشق تو گردیده‌ام شیرین زبانم ای یار جانم شیرین زبانم دردت با جانم عقیق لبانم آرامی جانم یاری جان شیرین زبانم آرامی جانم یاری جان شیرین زبانم چشمان سیاه بالا نگر ای یار جانم چشمان سیاه بالا نگر ای یار جانم زبان مشکین سیاه پر شیرین زبانم زبان مشکین سیاه پر شیرین زبانم گرفته در میخوار خود ای یار جانم گرفته در میخوار خود ای یار جانم پیکان و پیکان در جگر ای یار جانم پیکان و پیکان در جگر ای یار جانم ای یار جانم شیرین زبانم دردت و جانم عقیق لبانم آرامی جانم